was my home. Bleach me, bleach me. سلام، به آشپزخونه من خوش اومدید. اینجا دومین اپیزود از پلیلیست مقرون، جایی که من سعی دارم بهتون نشون بدم درست کردن یه وعده غذایی خوشمزه توی خونه میتونه صرفه اقتصادی داشته باشه. کش مانی کش. امروز یه میان وعده سنک خیلی خیلی ساده اما خیلی خیلی خوشمزه درست میکنیم. بروسکتا یه اسنک خیلی ساده و خیلی خوشمزه است. منظورم همون نون پنیر گوجه ریحون خودمونه، فقط اسمش الکی خوشگل تره که توجه جلب کنم. بریم سراغش. مهمترین بخش بلا منازع هر ساندویچی قطعاً نونشه. اون نونه که با آغوش باز تمام متریالا رو توی خودش نگه میداره و بهشون اجازه ظهور و بروز میده. من از نون فوکاچایی استفاده میکنم که قبل درست کردم. رسیپی کاملش رو این بالا براتون میذارم. شما میتونید از هر نونی که دوست دارین استفاده کنید. نون تست سوپرمارکتی هم عالیه و کارو جمع میکنه. بریم سراغ سس سبز. ورد ساس. سر سیرمو میزنم و از وسط نصفش میکنم. اینجوری پوستش جدا میشه. قسمت مرکزی سیر رو که تند و تیزترین قسمتشه جدا میکنم. چون این سس نمیپزه این قسمت رو جدا میکنیم که تندی و تیزیش ملایم بشه. سیرا رو یکم کوچولو میکنم. شکلش مهم نیست چون میره تو بلندر. زیتون دارم اینجا. زیتون با فشار دست هستش رو جدا میکنم. اینا همه قراره بلند بشن ولی خب من بلندرم یکم خسته است. با خورد کردن دستی کمکش میکنم. من واقعا بهترین یوتیوبر جهانم. خیلی راحت و سریع و ساده بهتون میگم چیکار کنید ولی کیه که قدر منو بدونه. واقعا تو این پلتفرم دارم زحمت میکشم، تمام این فشارها رو تحمل میکنم. واقعا نمیدونم چی بگم. یکم روغن زیتون، چند پینچ نمک و تبدیل به پیست میشه. حالا وقتشه که ریحونا رو اضافه کنم. ریحون بهترین چیز جهان هستی. ریحونا رو هم یه ریزه چاپ میکنم و به بلندرم اضافه میکنم. یه خورده دیگه روغن زیتون و سرکه بالزامیک. فیلینگ پنیر و سیر رست شده. وقتی سیر رست میکنیم یه سری طعام‌مزه از خودش ایجاد میکنه که باورتون نمیشه اصلا اونجا وجود داشتن. اون تندی و تیزی سیر ملایم و نرم و کاراملی میشه و طعم بسیار بسیار پیچیده‌ای از خودش نشون میده که خیلی شگفت انگیزه. من قرار بود اینو بپیشم توی فویل و روغن بزنم بهش با احتیاط و مراقبت، ولی خب فویل یادم رفت بخرم چون طبق معمول خیلی چیزا یادم میره. واسه همین برای اینکه رستش کنم همین کله سیری که دارم و توی پوستش رو جدا نمیکنم. بهش روغن اضافه میکنم. اینو به آرومی و لطافت سیرتون رو ماساژ بدید.
این قشنگ چیل کنه، آروم عضلاتش آزاد و رها بشه. میتونید رو گاز هم رستش کنید، نذارید محدودیت ها بین شما و خوشمزگی فاصله بندازن. توی پن کوچولو روغن بریزید، بذارید آرام و اسلو با حرارت کم بپزه. میخوام زرده تخم مرغ رو پوچ یا آب پز کنم. زرده گوگولی کوچیکم بعد از 30 ثانیه آماده است. کوچولو بهش یکم محبت میکنم. پنیر میره تو کاسه و همه چی رو هم سیرام هم تا الان روست شدن و unbelievable. از پوستشون جداشون میکنن و با چاقو لهشون میکنن به این شکل. چاپ 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 عدشون میکنم به فیلینگ پنیرم و دوباره هم میزنم. گوجه چری بمب مزه. میخوام گوجه چریامونو داستان کنیم. من به پن قشنگم روغن اضافه میکنم. خیلی خوشگله. شماها ندارینش ولی من دارمش. میذارم یکم روغنم داغ شه مثل خودم. داغ. یه خورده که داغ شد روغنم و یکم سطحش مواد شد، بگیر دیگه. همین داداش چی کار میکنی؟ گوجه چری قشنگمون رو به پنمون اضافه میکنیم و اسفلش میذارم گوجه هم قشنگ سیاه بشن، درست مثل زندگی. اوی سرانجام وقتش رسید. اسمبل کردن ساندویچ قشنگمون. من اینو رو گذاشتم یه مقدار تو فر که یه خورده زندش کنم. اینو از وسط کات میزنم. فد ساس به زیبایی اینجا حضور پیدا میکنه. صدای زیبایی میده. وای چه بویی میاد، دارم روانی میشم. نگاه نبودی بمبای مزه رو. اوی جوسش در اومد. دیدی جوسشو؟ بیا. قراره ریچه واقعا خوشمزه.
خوشمزه است من که ازش بدم میاد. خیلی مزه داره. چرا عمق داره اینقدر؟ آره تصویر برداری کن، ظرف بشور، منتظر باش. آخه امیرحسین زمان میبره آماده شه و سرچ شه. ادیت بزن، خلاهای جامعه رو ببین.